گوزیدم، تمام سیستم دی ان ای ژنتیکش رو ریدم توش، گوزیدم به مادر پیغمبر آمنه، ریدم بر اون باباش عبدالله، شاشیدم بر اون اولاد تک اولادش فاطمه زهرا، بر اون کس هونگی شک زده چارقب بلاب زاده کیریش گوزیدم، به پسر خالش امام علی ریدم، وسط اون کله دو شقه شدهش گوزیدم، به تیکه تیکه های امام حسینتون خفه شدهش تو شورتمه. ببین به اون تیکه تیکه های اندازه قیمه امام حسینتون که سگ خود امام حسین لنگو داد بالا شاشید به اون دهنه حضرت امام حسینتون ریدم به زین العابدین تریاکی بنگی که از خونش نمیاد بیرون، خودش به مریضی نمیخواست بگه خار کسته مادر قوامان میدونیم تا بنگی. کیرم بر اون امام چندم بود؟ چهارم. پنجم کی بود؟ امام پنجمتون رو نمیشناسم. امام ششم امام جعفر صندوق، ریدم روی چفت در صندوقش، تو اون کله بی مصرفش گوزیدم. 6 و 7 یادم نیست کدوم آقایی بودن، فکر می‌کنم تقی نقی و از این گابو گوسالا، ریدم به امام رضا در وهله اول بر اون حرم کثیف امام رضای کفترباز مشروب خور خارکسته ریدم. من دیگه نفسم برم 8 تا امامو ریدم، شکمم رید، یعنی دیگه اصلا قاص دادم، کیرم تو قاموس عربیتون. من دینم ایرانیه پدر سگ، من دین ندارم، من شخصیتم ایرانیه. شیر مسلمون جاکش بی مصرف تو چون حضرت محمده، فهمیدی؟ کسکش خر عرب مونده بسیجی. ریدم بر وجود عمرزاده سید بوگندود. اگر آخوند بودی امام سیاه بودی، حالا که بی آخوندی بر اون سر کچلت ریدم، بر اون سر در شاه امام جعفر نه امام زمانت ریدم، توی زمانش ریدم، توی یادبودش ریدم، امام عسکری تو گوزیدم توش. کسکشان بسیجی، توف تو کس ننه بسیجیتون، خارکسای حزب اللهی. زنده باد ایران عزیز با امید پیشرفت و با پس زدن این افکار عقب مونده ارتجاعی خرافاتی. داشت داوود گل مخلصم، میبینمتون. ریدم در قرآن، پیام اصلی من ریدم در قرآن. بدرود دوستان.